همکنون این چهره که با یک تکی سبز وارد میدان می شود مدینه قربانزاده بانوی 16 ساله تاجیکستان نورسه که هنرنمای زیبای او را در سال 2023 در گران پری دوشنبه ما شاهد شده بودیم با رقیب اولینش در قهرمانی جهان اوید به گشتنگیری نماینده تایپی چین او یو تون که او با یک تک سفید ایروسنجی میکند. آزمایی را آغاز نمودند کوشش های مدینه و ما از هنرنمای این چهره باوری داریم که یک رقابت شایسته را در برابر رقیبانشان میدهد و در این روز نیروسنجی ها برای مخلصان گشتن ملی گشتنگیری لبخند میآورد. مدینه زیر مربیگی مرتضی ناصرов در تالار ورزشی کنگورت تمرین میکند و یک حرکتی خوبی او در برابر رقیب در لحظه های اولی نیروسنجی است. و با یک باوری رقابت میکند مدینه. در دو گیلین پهلوانان تاجیک هنرنمایی کرده ایستادند. در اینجا مدینه قربانزاده و در گیلم دیگر اخنظر نظرов را مخلصان دستگیری کرده ایستادند. حرکت های پای در پای مدینه قربانزاده به چشم میرسد و تلاش و کوشش های او باید تا به آخر چنین انجام یابد. یک حرکت دیگر را او انجام داد و کوشش های پای در پای او بران آورده رسانید که به خاطر کمکاری به بانوی تایپی چین آگاهی اول نشان داده شود. و همه با یک صدا مدینه میگویند او را دستگیری میکنند. با سر زانو نشسته میخواهد پرتافت کند. فضیلت گلبای و با شایده قلندر را هم برای او مصلحت میدهند و اشاره میکنند که او قبل از انجام دادن اصول ها باید پایزنی ها انجام بدهد و سپس سر زانو نشسته پرتافت بکند. امتیازی بدن برای مدینه قربانزاده و پیش صفی را در اختیار میگیرد. البته رقابت اولین برای دلخواه ورزشگر در آزمایی ها این مشکل است چون که فضا و همان آغازی نیروسنجی را او باید آموزد. به همین خاطر مدینه با احتیاط و با یک آمادگی خوب مبارزه را ادامه میدهد. نوبسته از نورسیش نرنمای او در برابر چهره های سرشناسی گشتین خوب است و باز یک حرکت دیگری او که بیشتر سر زانو نشسته پرتافت کردن را او استفاده میکند. از کنار میدان مربی او مرتضی ناصرов هم برایش مصلحت میدهد که دقیقه آخر آزمایی است و او
ҳушёриро аз даст надиҳад ва рақобатро бо ҳамин шакле ки идома дода истодааст ба анҷом расонад. боз ҳаракат, ҳамон ҳаракатҳои пай дар пае ки Мадина анҷом медиҳад хуб аст. сонияҳои поёнии вақт ба анҷом расид ва Мадина Қурбонзода бо як имтиёзи бадан ғолиб мешаваду ба марҳилаи чаҳори якниҳоӣ роҳи худро ҳамвор мекунад. дар даври баъди Мадина бо Кристина Бланаро вориди майдон мешавад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки ҳаракатҳои пай дар пай Мадина Қурбонзода барояш имтиёз овард.